به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. سامورایی مهربان، نوشته برایان کلمر، ترجمه فرشید قهرمانی که توسط نشر زمینه در سال 1397 به چاپ 8 رسیده. این کتاب شامل چند بخش هستش. بدون هیچ پیشگفتار و مقدمه‌ای رفته سراغ اصل کتاب. ابتدا نام فصل‌ها رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو شروع میکنیم. این کتاب در حوزه موفقیت، انگیزش، جنبه‌های روانشناسی و راه و رسم زندگی نوشته شده. فصل 1 تعهد، فصل 2 مسئولیت شخصی، فصل 3 بخشش، فصل 4 تمرکز، فصل 5 صداقت، فصل 6 احترام، فصل 7 اعتماد، فصل 8 فراوانی، فصل 9 جسارت، فصل 10 دانش، فصل 11 پایان اثرگذار. ابتدا نوشته روی صفحه رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو شروع کنیم. با من همراه باشید. سامورایی مهربان آنچه را میگوید انجام میدهد. سامورایی مهربان در قولهایش جسارت دارد و آنچه را قول میدهد محترم میشمارد. انسان معمولی تا جایی که برایش راحت است آنچه را که میگوید انجام میدهد. فصل اول تعهد. تعهد به این معناست که یک انسان میتواند رضایتش را با هدف، دلیل و آنچه برایش ایدئال است گره بزند. چون این چیزی میتواند در زندگی و مرگ برای او مهم باشد. نوشته هوارد تورمن. صحبت درباره تعهد معمولاً واکنش‌های مختلف را برمی‌انگیزد. سامورایی مهربان باور دارد که تعهد یعنی انجام آنچه به زبان می‌آورد. انسان‌های معمولی همیشه به این تعریف پایبند نیستند. انسان‌های معمولی گمان می‌کنند مادامی که شرایط مناسب است می‌توانند به آنچه قول داده‌اند پایبند باشند. اما اگر راستش را بخواهید، تعهد به شرایط خاصی وابسته نیست. سامورایی مهربان در شرایط مناسب و نامناسب آنچه را گفته است عملی می‌کند. سامورایی‌ها در زمانهای گذشته حتی اگر قرار بود جانشان را از دست بدهند به تعهداتشان پایبند بودند. نه به این معنا که ارزشی برای خودشان قائل نبودند. آنها به حفظ قول‌هایشان اهمیت می‌دادند. و این نکته را یکی از اصول مهم خود به شمار می‌آوردند. اگر یکی از سامورایی‌ها به خاطر این اصول جانش را از دست می‌داد، دیگران مرگ او را گرامی می‌داشتند. برای یک سامورایی مهربان مرگ بدترین چیزی نیست که ممکن است اتفاق بیفتد. شکست بزرگ برای او داشتن زندگی خالی از اصول است. سامورایی‌ها ترجیح می‌دادند بمیرند تا اینکه نامشان به ننگ کشیده شود. زمانه تغییر کرده است. انسان‌های معمولی این روزها معنای این جملات را درک نمی‌کنند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که راهی خلاف این گفته‌ها را می‌پوید. هدف من از نوشتن این کتاب تغییر این ذهنیت است که امروزه حاکم است. انسان عادی به تعهداتش پایبندی ندارد و ارزش حرف‌هایی که می‌زند به قدری ناچیز شده که هر روز خلاف آنچه می‌گوید عمل می‌کند. فروشنده‌های معمولی برای بیشتر فروختن قول‌هایی می‌دهند که نمی‌توانند آنها را عملی کنند. پدر و مادرها چیزهایی را به فرزندشان قول می‌دهند که به سادگی آن را زیر پا می‌گذارند. بسیاری از فروشندگان و بازاریاب‌های خانگی قول‌هایی به مشتریانشان می‌دهند که با عمل نکردن به آنها به شهرت و اعتبار صنعت فروش و بازاریابی لطمه می‌زنند. وقتی انسان‌های معمولی دیرتر از زمانی که قول داده‌اند به قراری می‌رسند، متوجه نیستند که این دیر رسیدن در واقع زیر پا گذاشتن تعهداتشان است.
میزان طلاق در جوامع مختلف رو به افزایش است. رسوایی‌های شرکت‌های تجاری به خبرهای داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. دوستی‌های طولانی مدت دیگر کمرنگ شدند. اعتماد از میان رفته است و بازرگانان از معاملات تجاری هراس دارند. دلیل همه اینها نبود تعهد است. می‌توانم این فهرست را تا پایان این بخش ادامه بدهم، اما گمان می‌کنم همین حالا هم منظورم را متوجه شده. تعهد اساس اعتماد و اطمینان است و اعتماد پایه هر رابطه است. پایبند نبودن به تعهدها اعتماد و اطمینان را از میان میبرد. وقتی اعتمادی وجود نداشته باشد، روابط متزلزل میشوند و وقتی تعهدات محترم شمرده نمیشوند، ارتباطات شخصی و تجاری با مشکل مواجه میشوند. وقتی شخصی به قولی که میدهد پایبند نیست، دیگران دوست نخواهند داشت با او رابطه تجاری برقرار کنند یا حتی دوست او باشند. به این ترتیب آنکه تعهدات خود را محترم نمی‌شمارد تنها می‌شود، چون این چیزی باعث هدر رفتن مقادیر زیادی از زمان، پول و سلامتی می‌شود. بهانه آوردن را متوقف کن. آنچه را که به زبان می‌آوری انجام بده. بسیاری برای محترم نشمردن تعهداتشان بهانه‌های مختلف می‌آورند. تعهد به زبان ساده یعنی انجام دادن آنچه می‌گویی. خیلی ساده است. انسان‌های معمولی گاهی برای انجام دادن آنچه به زبان می‌آورند مشکلی ندارند، چون در واقع چیزی نمی‌گویند. انسان‌های معمولی هرگز خود را برای انجام کاری متعهد نمی‌کنند. چند نفر را می‌شناسید که برای سال جدید به خودشان قولی نمی‌دهند؟ چرا آنها از چنین کاری دوری می‌کنند؟ چون هراس دارند اگر چیزی را که می‌گویند انجام ندهند در چشم دیگران بی‌ارزش می‌شوند. آنها زندگی ساده و بی دردسر می‌خواهند. قیمت گزافی که آنها می‌پردازند این است که هرگز به موفقیت‌های بزرگ نمی‌رسند. متاسفانه بسیاری را می‌شناسم که این گونه هستند. آیا می‌خواهید در گروه سامورایی‌های مهربان قرار بگیرید؟ اگر چنین است، باید قول‌های بزرگ بدهید و آنها را عملی کنید. زندگی بر اساس بزرگی قول‌هایی که می‌دهیم به ما یاری می‌رساند. اگر درباره این فکر می‌کنید که چگونه می‌توانید قول‌هایتان را عملی کنید، به مطالعه این کتاب ادامه بدهید. نخست بدون ترس و شک کاری را که می‌خواهید انجام بدهید به زبان بیاورید، یا حتی می‌توانید با ترس و شک این کار را بکنید. مهم این است که درباره کاری که می‌خواهید بکنید حرف بزنید. میلیون‌ها نفر در شروع سال جدید به خودشان قول می‌دهند که وزنشان را کم کنند، روابط جدیدی را آغاز کنند یا دنبال کار تازه‌ای با درآمد بیشتر باشند. بسیاری از این افراد که موفق نمی‌شوند این کارها را انجام بدهند در گروه سامورایی‌های مهربان قرار ندارند. سامورایی‌های مهربان به دنبال نتیجه هستند و همیشه با انگیزه باقی می‌مانند. در عوض انسان‌های معمولی اشتیاق و امیدشان را به سادگی از دست می‌دهند و آنچه را برای سال جدید به خود قول داده‌اند به سادگی فراموش می‌کنند. بدون ترس و شک کاری را که می‌خواهید انجام بدهید به زبان بیاورید، یا حتی می‌توانید با ترس و شک این کار را بکنید. مهم این است که درباره کاری که می‌خواهید بکنید حرف بزنید. وقتی آنها وزنشان را کم نمی‌کنند، روابط جدیدشان را آغاز نمی‌کنند یا کار تازه‌ای با درآمد بیشتر پیدا نمی‌کنند، ناامید می‌شوند و به جای صادقانه بررسی کردن دلایل اینکه چرا موفق نشدند، کاری که یک سامورایی مهربان انجام می‌دهد، برای خودشان بهانه می‌آورند. از فهرست بهانه‌های انسان‌های معمولی آگاهید. ممکن است حتی شما هم گاهی به برخی از این بهانه‌ها متوسل شده باشید. مثلا واقعاً به همه اینها نیازی ندارم. من آنقدرها استعداد ندارم. آنها که به دنبال بیشتر خواستن در زندگی‌اند انسان‌های مادی هستند. کلید شادی بی‌آرزویی است.
این سرنوشت من بود. معنویت با این چیزها هم خانی ندارد. انسان‌های ثروتمند حریص هستند و با دیگران مهربان نیستند. این بهانه‌ها همگی برای این است که به آنجا که دوست دارید در زندگیتان نرسید و وظایفتان را نسبت به جامعه نادیده بگیرید. درباره این موارد فکر کنید. بله، ممکن است در راه بندان گیر کرده باشید، اما می توانستید زودتر از خواب بیدار شوید، یا می توانستید به مادرتان بگویید که وقت ندارید با او حرف بزنید چون تعهدی دارید که برایتان مهم است. شاید گفتن حقیقت به رئیستان یا حتی خودتان سخت باشد و همین دلیل است که بهانه می آورید. معمولاً بهانه‌ها منطقی به نظر می آیند، اما با بهانه گرفتن خود را برده دلیل‌های واهی می کنید تا اینکه از آزادی رسیدن به نتایج دلخواهتان بهره ببرید. ونیس لومیاردی، یکی از مربیان موفق امریکایی، هر بار قبل از بازی به بازیکنانش می گفت چند ساعت بعد باز هم اینجا دور هم جمع می شوید. آن وقت شما یا به نتیجه‌ای که می خواهید رسیده اید یا بهانه و دلیل می آورید. دوست دارید کدام یک از اینها اتفاق بیفتد؟ تصادفی نبود که تیم او مدت‌ها قهرمان لیگ قهرمانان بود. بازیکنان او به سامورایی‌های مهربان تبدیل شده بودند و خودشان را برای رسیدن به نتایج مورد نظرشان متعهد می‌دانستند. شما کدام یک از این دو را انتخاب می‌کنید؟ انسان‌های معمولی برای شکست‌هایشان بهانه‌های منطقی می‌آورند. این بهانه‌ها باعث می‌شود تایید و پذیرش دیگران را به دست بیاورند. ناراحت کننده است که آنها زندگی فوق‌العاده را به سادگی از دست می‌دهند. خود را به آنچه برایتان مهم است متعهد بدانید، چون به دنیا آمده اید تا تغییری بزرگ به وجود آورید. در سال 1972 از دانشکده نظامی وست پوینت فارغ التحصیل شدم. در 5 دقیقه اول ورودم به این دانشگاه درس ارزشمندی را برای زندگیم آموختم. رهبران ما آموزش دادند که برای هر سوالی 4 جواب وجود دارد و جواب دیگری از ما پذیرفته نمی شود. ما اجازه داشتیم فقط یکی از این 4 جواب را بدهیم. 1. بله قربان. 2. خیر قربان. 3. بهانه‌ای ندارم قربان. 4. متوجه نمی شوم قربان. اگر دیر سر یکی از کلاس ها می رسیدیم فقط می توانستیم یکی از این 4 جواب را بدهیم. مهم نبود که در راه تصادف شده بود یا دیر از خواب بیدار شده بودیم. فقط می توانستیم جواب بدهیم. بهانه‌ای ندارم قربان. آن زمان از اهمیت آنچه یاد می گرفتم خبر نداشتم. آنها به ما آموزش می دادند که بهانه‌های مختلف را فراموش کنیم. حتی اگر دلیل اتفاقی که افتاده بود کاملا منطقی بود، اگر برای نجات جان یک انسان وقت صرف کرده بودیم، جوابمان باید بهانه‌ای ندارم قربان می بود. گاهی سامورایی مهربان برای نجات جان یک انسان ممکن است تعهدش را زیر پا بگذارد. اما آن زمان این برای ما یک بهانه به حساب می آمد. ما فقط همین 4 انتخاب را داشتیم. بسیاری از کسانی که این کتاب را می‌خوانند در دانشکده نظامی آموزش ندیدند و خیلی‌ها از نظر نظم و تربیتی که درباره‌اش حرف می‌زنم خبر ندارند. گمان کنید برای هدفی بزرگ آموزش می‌بینید. بهانه آوردن، حتی بهانه‌های منطقی، اجازه نمی‌دهد به آن سطح فوق‌العاده‌ای که دوست دارید برسید. انسان‌های معمولی سعی می‌کنند با وجود بهانه‌های مختلف کاری را انجام بدهند، در حالی که سامورایی مهربان بدون توجه به هر بهانه‌ای آن کار را انجام می‌دهد. زبان سامورایی مهربان را یاد بگیرید. قول‌های بزرگ بدهید، به آنها پایبند باشید و هرگز در صورت موفق نشدن دلیل و بهانه نیاورید. جیم استاول یکی از دوستان من است که گاهی در همایش‌هایم از او برای سخنرانی دعوت می‌کنم. جیم نمونه یک سامورایی مهربان است. او نویسنده کتاب موفق آخرین استعداد است. از روی این کتاب فیلمی هم ساخته شد.
جیم صاحب یک کانال تلویزیونی است. یک جایزه امی برده و برنده مدال طلای وزنه‌برداری در المپیک است. او تنها دوستم است که به عنوان انسان وظیفه‌شناس شناخته شده و جایزه جهانی به این خاطر دریافت کرده است. با دانستن همه اینها سخت است باور کنید که جیم در سن 20 سالگی بینایی‌اش را از دست داده است. او دلیل خوبی داشت برای اینکه انسان معمولی باشد. او می‌توانست از نابینایی‌اش به عنوان یک بهانه استفاده کند، اما به جای این کار از شرایطش به شکلی مثبت استفاده کرد. به یک سامورایی مهربان تبدیل شد و به این شکل روی زندگی هزاران نفر تأثیری مثبت گذاشت. منظورم این نیست که باید به خودتان قول بدهید مجموعه هتل‌های 4 فصل یا رستوران‌های زنجیره مکدونالد را بخرید. اگرچه این هم فکر بدی نیست. از همانجا که هستید شروع کنید و تلاش کنید شاید برای شروع بد نباشد. به خودتان قول بدهید که از حالا به بعد در قرارهایتان به موقع حاضر شوید. شاید بد نباشد برای مدیریت بهتر زمان با پولتان به مطالعه بپردازید یا در دوره‌ای آموزشی شرکت کنید. هر جا که هستید از همانجا شروع کنید. گام اول را بردارید. این مسئله را به زبان بیاورید. وقتی فکرهایی که از ذهنتان می‌گذرند را با زبانتان بیان می‌کنید، چرخ‌هایی را به گردش وامی دارید که شما را به سوی هدفتان پیش می‌برند. مسئله مرگ و زندگی. در شادی و غم و در بیماری و سلامتی تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند، همه ما این عبارات را در جشن‌های عروسی بارها شنیده‌ایم. آیا واقعاً منظور عروس و داماد از گفتن این جملات پای وهم بودن به آنهاست؟ بر اساس آمار طلاق باید بگویم که متاسفانه انسان‌های معمولی پس از به زبان آوردن این جملات به آنها پایبند نیستند. قول دادن برای سامورایی‌ها در زمانهای کهن معادل مرگ و زندگی بود. آیا تا کنون فکر کرده اید که تا سرحد مرگ به چیزی متعهد باقی بمانید؟ جنگجوها به گونه‌ای زندگی می‌کنند که گویی همین حالا مردند. ممکن است این مسئله ترسناک به نظر برسد، اما در این حال به نوعی موجب آزادی و رهایی می‌شود. وقتی جنگجویی به گونه‌ای زندگی کند که گویی همین حالا مرده است، دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. آیا تا کنون جنگجویی را دیده اید که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد؟ چون این شخصی با تمام وجودش می جنگد. وقتی شخصی سعی می کند به زندگی بچسبد، از خیلی خطرها تفره می رود. انسان‌های معمولی دوست ندارند چیزی را از دست بدهند، اما سامورایی مهربان با تعهد کامل زندگی می کند. انسان‌های معمولی یک پایشان را روی پدال گاز می‌گذارند، پای دیگر را روی پدال ترمز و نگرانند که مبادا اتفاقی برخلاف میلشان رخ بدهد. انسان‌های معمولی حتی در ازدواج و روابط تجاریشان هم این گونه عمل می‌کنند. آنها طوری عمل می‌کنند که آنچه را دارند از دست ندهند. گفته می‌شود که اگر کسی آماده نباشد تا برای هدفش بمیرد، ارزش رسیدن به آن هدف را ندارد. در زندگی حاضرید برای چه چیزی جانتان را از دست بدهید؟ به چه ارزش‌هایی آنقدر پایبندید که آماده اید هر چیز را برای آنها قربانی کنید؟ آیا همین حالا می توانید درباره چیزی فکر کنید که حاضرید برایش از جانتان مایه بگذارید؟ وقتی درباره این سوالها فکر می کنم، ناخودآگاه به یاد کسانی می افتم که آنقدر به هدفهایشان متعهد بودند که آنچه از دستشان برمی آمد برای رسیدن به این اهداف انجام می دادند. یکی از این افراد مارتین لوتر کینگ کوچک، رهبر بزرگترین جنبش ضد نژاد پرستی در امریکا بود. او همسری دوست داشتنی و فرزندانی زیبا داشت و در شهر جورجیا کشیش بود. او چیزهای زیادی برای از دست دادن داشت، اما مانند سامورایی‌های مهربان لحظه ای از تعهداتش دست نکشید.
پس از مرگم پول و ثروتی ندارم که باقی بگذارم. تنها چیزی که دوست دارم از من باقی بماند زندگی پر از تعهد است. مارتین لوتر کینگ کوچک. البته منظورم این نیست که سامورایی مهربان باید جانش را از دست بدهد. سامورایی مهربان حاضر است بیشتر چیزهایی را که انسانهای معمولی در زندگی ارزشمند می‌دانند قربانی کند. نلسون ماندلا یکی از نمونه‌های باور نکردنی سامورایی‌های مهربان است. او زندگیش را فدای هدفش کرد و برای آزادی ملتش 27 سال را در زندان‌های افریقای جنوبی گذراند. در این جهان آنکه بیش از دیگران به هدفش پایبند است پیروز می‌شود. مهم است بدانید که انسان‌های خوب همیشه برنده نمی‌شوند. اخلاقیات همیشه بر فساد پیروز نمی‌شود. خوبی همیشه بر بدی چیره نمی‌شود. در این دنیا آنکه بیش از دیگران به هدفش پایبند است پیروز می‌شود. به همین دلیل است که باید میزان پایبندی و تعهد به هدفتان را هر روز بیشتر و بیشتر کنید. میلیاردها انسان در این کره خاکی فراموش شدند. 50% جمعیت جهان از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند. 20% از مردم کره زمین سرپناه ندارند و 70% از سواد خواندن و نوشتن محرومند. من درباره 33% جمعیتی حرف میزنم که گرسنه به رخت خواب میروند و 3% که هر ساله از گرسنگی جانشان را از دست میدهند. سامورایی مهربان این را برای خود افتخار می‌داند که در زندگی دیگران تغییری ایجاد کند. چرا برخی از قول دادن خجالت می‌کشند؟ چرا انسان‌های عادی هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند تا از قول دادن دوری کنند؟ همه ما با کسانی که از قول دادن تفره می‌روند روبرو بوده‌ایم. آنها به این دلیل از تعهد دادن هراس دارند که گمان می‌کنند اگر به تعهداتشان پایبند نباشند در نظر دیگران بد جلوه خواهند کرد. البته الگوهای دیگری هم وجود دارد که انسان‌های عادی را از قول دادن و رسیدن به نتایج فوق‌العاده باز می‌دارد. برخی از این موارد عبارتند از خوب به نظر آمدن، راحتی و آسایش، حق به جانب بودن، مورد پذیرش دیگران قرار گرفتن. برخی دوست دارند در نظر دیگران خوب جلوه کنند. به همین دلیل قولی نمی‌دهند چون می‌ترسند نتوانند از پس آن برآیند. انسان‌های عادی دوست دارند راحت و بی دردسر زندگی کنند. به همین دلیل از تلاش بیشتر و پیشرفت دوری می‌کنند و می‌خواهند همانجا که هستند باقی بمانند. آیا کسی را می‌شناسید که هدفش در زندگی فقط راحتی و آسودگی است؟ خیلی وقتها چنین افرادی میگویند چرا باید سعی کنم بهتر از این باشم؟ من همینطور راضیم. شاید واقعا آنها همینطور راضی باشند. در هر حال چنین افرادی چیزهای زیادی را در زندگی از دست میدهند. چیزهایی که میتواند زندگی خودشان و حتی دیگران را بهتر از آنچه که هست بکند. آنها اجازه میدهند رضایت از آنچه هستند و آنچه دارند در زندگیشان راه بهتر بودن و رشد کردن را سد کند. در واقع این افراد برای کسانی که با چالش‌های زندگی روبرو می‌شوند اندوه می‌خورند. اگر می‌توانید با بهتر بودن و بهتر شدن به دیگران کمک کنید، باقی ماندن در وضعیت کنونی‌تان دیگران را از بسیاری چیزها محروم می‌کند. بعضی‌ها عادت دارند که همیشه حق به جانب آنها باشد. این افراد هم از قول دادن هراس دارند چون می‌ترسند مبادا با قول دادن در موقعیتی قرار بگیرند که دیگر حق با آنها نباشد. آنها فقط در زندگی دوست دارند که حق به جانبشان باشد. شرکت‌هایی را می‌شناسم که مدیرانشان بیشتر دوست دارند همیشه حق با آنها باشد تا اینکه برای بهبود وضعشان دست به تغییر و اصلاح بزنند. آیا تا به حال هنگام جر و بحث با کسی که دوستش دارید او را به اشتباهی ناچیز و کوچک در گذشته‌های دور متهم کرده اید؟ مشاجره‌ای به این سادگی ممکن است روابطتان را به خطر بیندازد. سپس چون می‌خواستید حق به جانب جلوه کنید برای 2 یا 3 روز با او قهر کردید و احتمالاً چیزی حدود 1 هفته برایش قیافه گرفتید.
من چنین تجربه‌هایی را شاهد بودم. بسیاری از جدایی‌ها به این دلیل رخ می‌دهند که هر یک از دو نفر دوست دارند حق به جانبش باشد تا اینکه رابطه‌ای که در آن هستند دوام بیاورد. سامورایی مهربان اولویت‌ها را می‌شناسد و به خاطر مشکلات ناچیز در موقعیت‌های نابجا هیاهو به پا نمی‌کند. اگرچه حق به جانب بودن به خودی خود اشکالی ندارد، اما گاهی باعث می‌شود در موقعیتی قرار بگیریم که باید روی اشتباه‌هایمان پافشاری کنیم. در برخی موارد حق با بیشتر از یک نفر است. برای مثال کتابی را با روی جلد آبی رنگ و پشت جلد قرمز رنگ تجسم کنید. کسی که به روی جلد کتاب نگاه می‌کند می‌گوید که کتاب آبی است، اما کسی که به پشت جلد آن نگاه می‌کند کتاب را قرمز می‌بیند. آیا آنها می‌توانند به بحثی وارد شوند که چه کسی درست می‌گوید و حق با چه کسی است؟ سامورایی مهربان همیشه خارج از کلیشه‌های ذهنیش به مسائل نگاه می‌کند. برخی به این دلیل از تعهد دادن دوری می‌کنند که دوست دارند مورد قبول دیگران باشند. افراد عادی موافق هدف‌های بزرگ نیستند چون دوست ندارند از طرف کسانی که سخت کار می‌کنند مردود شناخته شوند. بسیاری از دانش آموزان دوست ندارند درس بخوانند چون می‌خواهند مثل بقیه همکلاسی‌های خودشان باشند. نکته مهم این است که سامورایی مهربان هرگز از تعهد فرار نمی‌کند، بلکه دوستدار تعهد است و می‌داند که تعهد اساس زندگی موفق و بهره‌وری است. ترس از تعهد. دوری از تعهد به ترس افراد باز می‌گردد. آنها می‌ترسند که مبادا نتوانند تعهدهایشان را اجرا کنند یا هراس دارند که تعهد باعث می‌شود آنچه را که دوست دارند انجام ندهند. همچنین در نظر آنها تعهد انتخاب‌هایشان را محدود می‌کند. درست است که تعهد باعث می‌شود هر کاری را که دوست دارید در لحظه انجام ندهید، اما با محترم شمردن تعهداتتان به هدف‌های بزرگ دست خواهید یافت. بسیاری از مردان به همین دلیل از تعهد ازدواج دوری می‌کنند. آنها همیشه با خودشان فکر می‌کنند که اگر با انتخاب بهتری روبرو شوند چه؟ مربیم به من آموزش داد که قانون آزادی به همراه می‌آورد. به قانون به عنوان یک تعهد نگاه کنید. اگر قانونی برای رانندگی وجود نداشت، می‌توانستید هر طور که دوست دارید رانندگی کنید. می‌توانستید با اختیار خودتان هنگام رویارویی با چراغ سبز توقف کنید یا به راهتان ادامه بدهید. اگر قانونی برای اینکه کدام طرف خیابان رانندگی کنید وجود نداشت چه؟ اگر قانونی برای سرعت در رانندگی وجود نداشت، می توانستید با سرعت 5 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید و اتومبیل پشت سریتان می توانست با سرعت 100 کیلومتر در ساعت رانندگی کند. با این همه آیا فکر می کنید آزادی بیشتری داشتید یا آزادی کمتری؟ پس شما هم با من موافقید که قانون آزادی به همراه می آورد. سامورایی‌های مهربان وقتی کسی را استخدام می‌کنند درباره تعهدات او شفاف و روشن هستند. آنها همچنین وقتی از کسی برای ازدواج خواستگاری می‌کنند از قوانین ازدواج آگاهی دارند. بسیاری گمان می‌کنند بدون اینکه نقششان را در زندگی روشن کنند می‌توانند هر کاری را که دوست دارند انجام بدهند. این نوع تفکر خطرناک است. فرض کنید ما در حال بازی فوتبال هستیم. من مطابق قوانین فوتبال امریکایی بازی میکنم و شما مطابق قوانین اروپایی بازی میکنید. در این صورت بازیمان جذابیتی نخواهد داشت. این بازی فقط نوعی آشفتگی و سردرگمی است. یاد بگیرید که درباره موارد مختلف با دیگران به توافق برسید تا به خودتان و دیگران آزادی بیشتری بدهید. تعهد بیش از اندازه. آنها که بیش از اندازه تعهد می‌دهند انسان‌های خوب و دوست داشتنی به نظر می‌رسند. در حقیقت چنین افرادی از اینکه طرد شوند هراس دارند. کسانی را می‌شناسم که در زندگی کاریشان این گونه عمل می‌کنند. آنها داوطلب انجام کارهایی می‌شوند که توان، دقت و منابع انسانی کافی را برای انجامش ندارند. همین مسئله باعث می‌شود آنچه این افراد دوست ندارند اتفاق بیفتد. آنها نمی‌توانند به درستی تعهداتشان را انجام بدهند و باعث نارضایتی اطرافیانشان می‌شوند.
ضرب المثلی قدیمی است که میگوید پول را از شغل‌هایی به دست می‌آورید که آنها را رها می‌کنید. این ضرب المثل معنای زیادی دارد. برای نمونه، اگر کاری را قبول کنید به این دلیل که آدم خوبی به نظر برسید یا کاری را قبول کنید چون می‌ترسید فرصتی را از دست بدهید، به راحتی تعهداتتان را زیر پا خواهید گذاشت و چون این چیزی برایتان هزینه‌های زیادی در بر خواهد داشت. فراوانی نکته دیگری است که همواره برای سامورایی مهربان اهمیت دارد. با ذهنیتی که بر فراوانی تکیه دارد می توانید به سادگی به تعهد بیش از اندازه نبگویید. شما همین حالا بهای زیادی را برای تعهدات بیش از اندازه تان می پردازید. سامورایی مهربان هزینه کوتاه مدت و ناراحت کننده نگفتن را میپذیرد تا در طولانی مدت به تعهداتش پایبند باقی بماند. هر کس تعهداتی دارد، چه خودش بداند و چه خودش ندارد. خب با توجه به اینکه این کتاب خیلی هنوز ازش مونده و زمان هم به ما اجازه نمیده، امیدوارم از همین بحث تعهد خوشتون اومده باشه و اگر از نثر و روایت این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. امیدوارم که هممون یک سامورایی مهربان باشیم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.